اگه برای انتخاب ورزش رزمی دو به شک شدی یا داری یه رشته رزمی کار میکنی نمیدونی خوبی میخوای رشته رو عوض کنی این ویدیو براش. ببینید بچه‌ها هیچ ورزشی توی دنیا بدن شما رو به اندازه کیوکوشین صفر نمیکنه ولی مشت صورت نداره. هیچ کسی هم در دنیا به اندازه بوکسرها تبحر تو دست زدن نداره. بشمار 3 مشت میزنه تو صورته ولی پا نداره. هیچ ورزش هم به اندازه تکواندو دایره و وسعت تو پا زدن نداره سریع ولی مشت نداره. هیچ هم اندازه مویتای توی آرنج زانو زدن قوی نیست ولی رو زمین ادامه پیدا نمیکنه. آقایون خانم‌های محترم هیچ رشته کاملی تو دنیا وجود نداره. هیچ کدوم هم از اون یکی بهتر نیست. بوکس چون پا نمیزنه رشته بدیه؟ نه. زیبایی خودشو داره، قشنگی خودشو داره. اصلا مسیر جداگونه‌ای داره. برتر نسبت به چیز دیگه است؟ نه. ام ام ورزش کاملیه؟ نه. من میتونم ورزش بهت نشون بدم که کلم توش آزاده ولی تو ام ام آزاد نیستش. دنبال کامل بودن نباشید. اول باید نگاه بکنید چه ژنتیکی داری؟ ببخشید چه سیسی داری؟ نگاه من چی دوست داری؟ دست دوست داری؟ برو بوکس. پشتی دوست داری؟ هیچ کدوم از اون یکی بهتر نیست. اگه داری رشته کار می‌کنی همین الان که باهاش حال می‌کنی بسه ولش کن. دنبال عوض کردنش نباش. حالا تو کامنت ها به من بگید ببینم چه رشته کار می‌کنید و چرا ازش بدتون میاد یا خوشتون میاد؟ بنویسید میخوام بخونم.